من میتوانم فقط اون رقم هایی که مبلغ هایی که با واسطه امانتمند این انتقال گردیده است ما شما گفتم میتونم من در اینجا قید کردم نظر به سوالای پیشتر البته انتقال مبلغ از فدراسیای روسیه کم شده است 39.6%. اگر در سال 2014 این مبلغ 288 میلیون دلار وارد گشته باشد، این مبلغ در این دوره در 6 ماه 2015 173 میلیون 788 هزار دلار وارد گردیده است که این هم باشد 39.7% کمتر است، کم واردتر. این تاثیر این و یک شماره مهاجران کم شده این چیزی که شما میدونید باید با قربم هست، برای که من در دوره سال 2006 مبلغ ها بسیارتر با روبل روسیه وارد گشته است. قرض ایامبek و همین Guldarboğov olan bir şuma biri de nazar koydu. بله. Guldarboğov 350,000 خرج گرفته بود این سال 2008 خرج تا امروز برگردانده شدگی هست زیاده از 60,000%. البته امروز خرج‌هاشون جای دارد. من همین ماهای نزدیک خرج‌ها را برگردانده نتوانسته دادند که گراوشان هست. ما میتوانیم که من بعد بازفروش کردن اموالا و یا 100% خودشان راضی هستند بعد فروختن ما خرج بانک پول را پرداخت نماییم.